انسانک میشنوید به روایت من حسام ایپکچی. اهل زمانه، سلام بر شما. برهه‌ای رو تجربه کردید، گفتگویی رو تجربه کردید که در اون کلمه خوب ناسزا محسوب بشه. شاید سوالم اینطوری مبهم باشه، با مثال میگم خدمتون. فرض بکنید که کسی بلا دیده است، در یک گرفتاری و محنتی هست، سوگی دیده. بعد شما باهاش روبرو میشید، به رسم معمول سلامی و علیکی و بعد میپرسید که فلانی خوبی؟ و به محض طرح این سوال خودتون معذب میشید از به زبان آوردن واژه خوب و میگید که آخه حالا خوب که تو این شرایط چه خوبی؟ و طرف مقابل هم نمیدونه به شما چه پاسخی بده. بگه خوبم که این خوب نیست، بگه خوب نیستم پس چم. اینجا مصداقی از زمانهایی که خوب هم ناسزا محسوب میشه، خوب سزاوار این موقعیت نیست. مثالهای متعددی از این جنس میتونه در ذهن شما بیاد. کسی بلا دیده است، شما به مجلس سوگواری مشرف شدید و به فرد میگید که امیدوارم غم آخرتون باشه. هم متکلم میدونه غم آخر نیست، هم مستمع میدونه غم آخر نیست. گویا این واژه ها فقط کارکردش اینه که به طرف مقابل بگیم ببخشید که کلمه نداریم، ببخشید که واژه در خور این موقعیت نیست و مجبوریم حسب عادت فقط زبانی به جنبانیم. فرد در بیماریه، چه بسا بیماری مشرف به مرگه یا به قول سورن کیرکگارد مرض منتهی به مرگی است. اما ما مواجه میشیم با فرد در بستر و میگیم که ایشالله شفای عاجل، ایشالله خیلی زود خوب میشی. هم تو میدونی که این مسیر لااقل به زودی ختم به عافیت نمیشه. همون فردی که روی تخت بیمارستان افتاده، چرا این گونه با هم حرف میزنیم؟ چون چاره دیگه وجود نداره. فرد داغ دیده است، میگی که من رو در غم خودت شریک بدون. اونم میگه محبت داری ولی شانه‌های سبک نمیشه، چون سوگ رو نمیشه شراکتی به دوش کشید. از این مثال ها میشه بیشتر و بیشتر گفت و حتما خود شما هم مصادیقی در ذهن دارید. عزیز جان، میدونی همه اینها به چه اشاره داره؟ اینا موقعیت هایی است که زبان در اون فرو میریزه، واژه تهی میشه و کارکرد همیشگی خودش رو از دست میده. کارکرد زبان چیه؟ زبان مثل یک تنابیه که ما به سر سطحی بستیم میندازیم به قعر یه چاه که از منتهای اون چاه بتونیم معانی استخراج بکنیم. در موقعیت‌های بحرانی، در سوگ‌ها، در جنگ‌ها، در وضع‌های اضطراری، عمق این چاه چنان افزایش پیدا میکنه که دیگه این تناب و سطلش به منتها نمیرسه. هرچی تناب رو میندازی پایین و میکشی بالا، سطل تهیه و فقط صدای دنگ دنگ این سطله که به گوش ما میاد. در این طور مواقع واژه‌هایی که ما به زبان میاریم سطل خالیه. و من در اپیزود 55 انسانک میخوام به همین مقوله بپردازم. اپیزود 55 میشه سومین اپیزود از فصل انسانک سپید. در 2 اپیزود قبلی موقعیت تن در جنگ و پریشانی زمان در جنگ رو خدمتون عرض کرد. وعده این بود که در اپیزود سوم که الان هست، یعنی اپیزود 55 انسانک و اپیزود سوم فصل انسانک سپید، به فروپاشی زبان و مسئله زبان برسم. ساعت‌هایی که مشغول نوشتن این اپیزود هستم و فکر میکنم و این کلمات رو برای شما ضبط میکنم، زمزمه‌هایی از آتشبس جنگ در ایران به گوش میرسه. اما من به 3 دلیل مصممم که این اپیزود رو ضبط بکنم و چه بسا چند اپیزود دیگه از فصل انسانک سپید رو هم خدمت شما تقدیم بکنم. دلیل اولم اینه که جنگ با شلیک آخرین گلوله به پایان نمیرسه. لااقل برای من و هم نسل‌های من که جنگ مدیدی رو تجربه کردیم و بچگی و کودکیمون رو در جنگ ایران و عراق قد کشیدیم، این به تجربه ثابت شده که جنگ با آتش‌بس تمام نمیشه تا زمانی که زخم‌های به تن افتاده جبران نشه، تا زمانی که عقب رفت‌ها ترمیم نشه، تا زمانی که به هوس سهم خواهی و تقسیم غنایم دست از توجیه تاراج و تبعیض بر نداریم. این جنگ همچنان امتداد پیدا میکنه. پس این دلیل اول که
صرف آتش بس پایان جنگ نیست و این زخم‌ها باید ترمیم پیدا بکنه در اقتصاد، در روان، در جامعه و امثالها. دلیل دوم که مهمتر از دلیل اوله اینه که جنگ فقط یکی از اقسام بحران یا یکی از انواع نبردهایی است که ما در زندگی تجربه میکنیم. بیماری مزمن و صعب العلاج نبرد، سوگ نبرد، ورشکستگی، باختگی اقتصادی نبرد، شکست‌های عاطفی نبرد. ما در این زندگی نبردهای متعددی تجربه میکنیم، از جمله جنگ نظامی. و حالا که این جنگ بهانه شد که فصلی برای تاب‌آوری گشوده بشه و در رابطه تاب‌آوری تحت عنوان انسانک سپید با شما گپ بزنم، میخوام این فرصت رو غنیمت بشمارم و ادامه بدم چند اپیزودی رو که من هم سهمم رو در ازای این واژه ادا کرده باشم. و اما دلیل سوم اینه که مخاطب این کلمات فقط هم میهن‌ها و هموطن‌ها و افراد همزمان و معاصر من نیستن. اینها بماند به یادگار، شاید کنجی جایی روزی به کار دیگری هم اومد. این آتش بس‌ها که ما تجربه می‌کنیم در واقع رخصتیه که ستمگران و ظالمان برای خودشون ایجاد میکنن که آتش گشودن بر سر دیگر مردمانی رو بتونن به انجام برسونن. پس ما با یک صلح فراگیر، با یک آتش بس فراگیر که روبرو نیستیم. این کلمات بماند برای هر آن کسی که روزی جایی با این کلمات کمی التیام پیدا میکنه. من در این اپیزود میخوام به 5 مورد اشاره بکنم، 5 یا 6 تا، و سعی میکنم موارد رو هم خیلی سریع و ساده بیان بکنم که زیاد زمان شما رو نگیره. اگر که مجالی شد و نیازی بود برای تعمق بیشتر در هر کدوم از این بندها، بعدها اپیزود مستقل رو خدمتتون تقدیم میکنم. نکته اول اینه که دریابیم مسئله جنگ مشخصاً، شاید نه همه بحرانها، ولی مسئله جنگ به تأکید نسبت مستقیم داره با مقوله زبان. از زاویه‌های مختلفی میشه راجع به نقش زبان و جنگ، نسبت زبان و جنگ صحبت کرد. یکی از منظرهایی که میتونیم بهش بپردازیم اینه که اصولاً جنگ‌ها زمانی شعله‌ور میشن که زبان‌ها خاموش میشن و فرو میریزن. یعنی حاکمیت‌ها و قدرت‌ها چون زبان گفتگو با یکدیگر رو گم میکنن و امکان گفتگو با هم رو ندارند، ناچارن که به روی هم آتش باز کنن و آتش بارها به جای کلمات شروع میکنه کار کردن و بعد از این حتی کلمات هم به عنوان فشنگ به کار میرن و اون چنانی که باید در نقش خودشون ظاهر نمیشن. نقشی که زبان بر عهده داره هم معنایی و هم قصد کردن انسان هاست. یعنی زبان افشاگر و آشکارگر قصده. اگر از این کار کرد خارج بشه فقط فشنگ نامرئیه که ما به جای سنگ کلمات رو به سمت هم پرت بکنیم، به جای گلوله واژه ها رو به سمت هم شلیک بکنیم. از اینجا به بعد زبان در بطن خودش فرو میریزه اما لاشش باقی میمونه. یعنی شما نگاه میکنید میبینید سخنگوهای طرفین مشغول صحبتن، ولی این صحبتها تکرار واژگانی است که از معنا تهی شده. مقاومت، آزادی، هلاکت، شهادت، کشته شدن، تلفات، همه این واژه هایی که به نظر هم معنا میاد حالا با کارکردهای جدیدی سعی در توجیه قدرت نمایی داره و اینجا دیگه میگیم زبان از کارکرد خودش خارج شده. وقتی این اتفاق شکل میگیره، به قول هانا آرنت میگه در جایی که زبان خودش به ابزاری برای جنایت بدل میشه، خیلی از آدم ها به سمت سکوت حرکت میکنن. من چند بندی رو میخوام در مورد سکوت خدمت شما عرض بکنم. اولین مسئله یا اولین توجهی که میخوام برای خودم و شما ایجاد بکنم اینه که سکوت رو در تمام مواقع البته، اما به تأکید در دوره بحران، در دوره رنج و در دوره جنگ به منزله یک خلأ در نظر نگیرید. یکی از سوء تفاهم‌های رایج و بزرگ اینه که ما سکوت رو به منزله یک حفره تهی برای خودمون معنا میکنیم. پس چون فرد رو ساکت میبینیم یا چون موقعیت رو در سکوت میبینیم، سعی میکنیم این حفره رو با کلمات پر کنیم. اما
اگر با خودتون اینگونه روایت بکنید که اگر کسی اکنون در برابر من ساکت است، در نابرابر من مشغول گفتگوست. یعنی اگر که کسی جلوی من نشسته الان با من حرف نمیزنه، این در سوی دیگری در پنهان خودش مشغول مرور معانیه و فقط در زمانی من و شما اجازه داریم که او رو از این سکوت محروم کنیم که کلامی که میخوایم به زبان بیاریم ارزنده تر از سکوتی باشه که او داره تجربه میکنه. یکی از مشکلات بسیار رایج در مواجهه با فرد بحران زده و جنگ زده اینه که ما مجال سکوت رو از او میگیریم. گاهی ما این کار رو میکنیم، گاهی موقعیت چنین جبری رو به او تحمیل میکنه که اینو توی بند دیگه خدمت شما عرض میکنم. ما به نظرم میاد قسمتی از عیادت، قسمتی از مراقبت اینه که سکوت رو از دست فرد در بیاریم. این به مثال باغبانی اگر برای شما عرض بکنم مثل اینه که شما به درختی فرصت خزان ندید، در صورتی که زبان باید خزان تجربه کنه. ما اگر نمی رسیدیم به زمانهایی که واژگان عاجز بشن از بیان احوالمون، هیچ وقت نیاز پیدا نمی کردیم که پس از این خزان شکوفه معانی جدید رو تجربه بکنیم. هیچ وقت عطر شاخه‌های تازه و تر شاعرانگی رو تجربه نمی کردیم. چی میشه که واژه‌های نوعی به ادبیات اضافه میشه؟ چی میشه که واژه‌ها معانی جدید و عمیق‌تری پیدا میکنن؟ چه میشه که غزل‌ها و قصیده‌ها و شعرها و ابیاتی به ادبیات افزوده میشه؟ اینا حاصل خزانیه که زبان تجربه میکنه و پس از این خزان رویش جدیدی اتفاق میفته. اگر ما امکان خزان رو از زبان بگیریم، مجال سکوت رو از افراد بگیریم، به نظر میاد که داریم لطف میکنیم، اما به واقع فرصت رویش‌های بعدی رو از اونها گرفتیم. پس نکته اولی که من میخوام بهش اشاره بکنم اینه که فروپاشی زبان در مهلکه ها، در بحران ها رو به رسمیت بشناسیم. اگر کسی با سوگی مواجهه، با رنجی مواجهه و حالا لحظاتی رو داره در سکوت سپری میکنه، بر خودمون تکلیف ندونیم یا این رو یک ضرورت ندونیم که سریع سفره سکوت رو از جلوی او جمع بکنیم و مجال ساکت بودن رو از او بگیریم. این نکته اول. نکته دوم در همین راستای اولی است و اونم اینه که سکوت رو به منزله فضا در نظر بگیرید. مسئله فضا در بحران‌ها خیلی خیلی نمود پیدا میکنه. ما دوچار بی فضایی میشیم. کسی که داغ دیده است یه دفعه منزلش میشه محل تردد همگان و دیگه او فضایی برای با خود بودن نداره، یا درگیر میزبانیه یا مراقبت‌های تحمیلی رو باید تجربه بکنه. اگر که گرفتار درد و بیماری باشه، خب تو فضای درمان، فضای بیمارستان و محیط‌هایی که باز هم او فضای دنج خودش رو از دست میده. این روزها که بسیاری از ما جنگ رو تجربه کردیم، همین اتفاق رو چشیدیم. به عنوان مثال مجبور شدیم تعداد زیادی چند خانوار زیر یک سقف جمع بشیم و دائم در گفتگو و هیاهو. اون چه که از دست میدیم فضاست. یعنی ممکنه که هیچ بمبی بر سر ما نریخته باشن یا ما قربانی مستقیم موشک ها نباشیم، اما فضای خودمون رو از دست دادیم. در این موقعیت ها اخبار به مثابه آوار عمل میکنه. تو میخوای اخبار نشنوی، ولی یا اخبار در گوشی دیگران داره منتشر میشه یا تلویزیون روشنه. اگر همه رو هم خاموش کنی جلوی دهانها رو نمیتونی بگیری. همه تحلیلگر، همه خبرگو. نتیجه تمام اینها میشه بی‌فضایی. ما برای اینکه بتونیم در این موقعیت اقل فضا رو برای خودمون ایجاد بکنیم نیازمند سکوتیم. پس نکته بعدی که میخوام عرض بکنم اینه که اجازه بدیم حالا که زبان کار کرد نداره، لااقل بی زبانی و سکوت رو به منزله فضا به رسمیت بشناسیم و به خودمون امکان بدیم، به دیگران امکان بدیم که دقایقی، ساعتی، لحظه‌ای در پناهگاه سکوت فضای شخصی داشته باشن. پس تا اینجا دو نکته رو عرض کرد. نکته اول اینه که سکوت خودش شکلی از زبانه که من بهش میگم خزان زبان و ما باید اجازه بدیم این خزان سپری بشه. نکته دوم این بود که سکوت
به مثابه فضاست و حالا که به عنوان فضا هست، این فضا رو از هم دریغ نکنیم. سکوت سرشار از سخنان ناگفته است، از حرکات ناکرده، اعتراف به عشقهای نهان و شگفتیهای بر زبان نیامده. در این سکوت حقیقت ما نهفته است، حقیقت تو و من. و اما نکته سومی که میخوام عرض بکنم در تکمیل نکته 1 و 2 است. ما سکوت نداریم رفقای من، ما سکوت ها داریم. یعنی تمام ساکت ها به یک زبان مشغول سکوت نیستن. زبان های مختلفی در سکوت تجربه میشه. زبان سکوت یعنی چی؟ بند 1 رو یادتون میاد عرض کردم موقعی که شما با کسی روبرو هستید و اون فرد در برابر شما ساکته، در نابرابر شما مشغول صحبت، یعنی یک سوی دیگر سکوت گفتگوی درونی. حالا اینی که من عرض میکنم که سکوت زبانهای متنوعی داره به اعتبار اون گفتگوی درونی است. بر اساس اون کلمات و اون احساساتی که پشت سکوت در ذهن فرد جریان داره ما با اصناف سکوت روبرو هستیم. اگر وقتی مجالی فراهم شد اصناف سکوت رو میشه بحث کرد و بسیار بحث جذاب و شیرینی هم داره. من الان فقط به تیتر چندهایش رو میگم که بتونم منظورم رو از اصناف سکوت برسونم. بعضی از سکوت ها در صنف ترسن، یعنی فرد به سبب هراس، به سبب ترس دچار سکوته. بعضی از سکوت ها طعم خشم دارن، فرد مورد تعدی و تجاوزی قرار گرفته، قربانی موقعیتی است که فریادش غلبه پیدا نمیکنه بر اون موقعیت. خشمش رو با فشردن دندان به روی هم، با بستن لب، با نگفتن صحبت داره ابراز میکنه. این سکوت خشمالود با سکوت هراسیده هم معنا نیست، اینا دو سکوتن. یه وقتی از سکوت نه خشمه نه ترسه، بلکه یک سردرگمی و اضطرابیه، یک منمنه. در واقع سکوت به خاطر سردرگمی میان موقعیت هاست. فرد هنوز پیدا نکرده آن جایی که باید باشه، حتی با حس خودش هم روبرو نشده که به روشنی بدونه که چه حسی داره. خیلی از سکوت ها که در دقایق اولیه یک شوک تجربه میشه سکوت از جنس سردرگمیه. بعضی از سکوت ها هست که هیچ کدوم از این سه محسوب نمیشه، سکوت از سر مراقبه است، یعنی قصد سکوت حاکم است بر تمام قصدهای دیگه و فرد داره مزه میکنه گفتگوی با خود یا حتی خاموشی کامل در خود رو. اینجا این سکوت رو ما نمیتونیم بگیم این هم مثل بقیه سکوت هاست. نه، سکوت از سر مراقبت کارکرد و شکل متفاوتی داره. همچنان میشه راجع به اصناف سکوت صحبت کرد. ما سکوت فردی داریم، سکوت جمعی داریم. یه وقت نگاه میکنید میبینید که یک جامعه‌ای نسبت به یک واقعه ساکت میشن و اتفاقا این واقعه از جانب بلندگوهای رسمی قدرت و حاکمیت به شدت در حال در بوق و کرنا شدنه، اما یک جمعی نسبت به او سکوت میکنن. این سکوت جمعی قابل تحلیله. این نه لزوما سکوت از هراسه، نه سکوت از خشم، نه سکوت از سردرگمی، نه سکوت از مراقبه. بعضن سکوت میتواند یک کنش باشد. گاهی سکوت ها سکوت فردیه و این سکوت فردی باز خودش اقسام مختلف داره. بعضی از این سکوت های حرص آفرینه، یعنی فرد ساکت میشه برای اینکه حرص مستمع برای شنیدن های بعدی رو بر بیانگیزه. یا مثلا در یک مشاجره فردی سکوت یک طرف به عنوان ابزار حمله داره استفاده میشه، چون میدونه که با این سکوت فرد مقابل رو عصبانی‌تر و خروشناکتر میکنه. اینا رو برای چی عرض کردم؟ اینی که بگم که عزیز جانها، من گفتم که سکوت نحوی از زبانه، گفتم که سکوت به منزله فضاست، اما در کنار همه اینها لازمه که تأکید کنم که سکوت نداریم، سکوت ها داریم. اگر این اشاره رو نمی گفتم به این معنا می شد که گویی حسام منظورش اینه که همه سکوت ها رو باید با یک چوب راند و من اصلا و ابدا چنین منظوری ندارم.
اما میگم برای درک معنای سکوت هم احتیاج به همراستایی با اون سکوت داریم. یعنی ما برای اینکه بفهمیم فردی که الان ساکته در کدام یک از اصناف سکوت هست، احتیاج داریم پیرامون او رو ببینیم، کنش‌های او رو ببینیم، مسیری که طی کرده رو ببینیم و خود این ادراک هم نیاز داره به همقدم شدن با سکوت. اما بعد از این 3 اشاره‌ای که در مورد سکوت کردم برسم به بند 4 و بند 4 صحبتم در مورد موقعیتی هست که ما نمیخوایم سکوت کنیم اما واژه‌ها رو دزدیدن. ما میخوایم کلماتی رو به زبون بیاریم، احوالی رو بیان کنیم، اما تمام واژه‌ها آلوده شدن. آلوده به اغراض سیاسی، آلوده به اغراض حاکمیتی و حزبی و جناحی. به هر واژه‌ای که میایم دست بندازیم میبینیم این قبلا مصرف یا چه بسا دقیق‌تر اینه که سوء مصرف شده. میخوایم از شجاعت بگیم میبینیم لکه‌دار شده، از مقاومت بگیم لکه‌دار شده، از مراقبت بگیم لکه‌دار شده، از ملت بگیم با بیمهری روبرو شده، از امت بگیم لجنمال شده. سراغ هر واژه‌ای که میخوایم بریم میبینیم این واژه تمیز و بکر نیست. مثل موقعیتی که شما گرسنه هستید و خیلی ذوق دارید به خوردن غذا ولی تمام بشقاب‌ها و قاشق و چنگال‌ها کثیف و آلوده است. انگار به خودتون نهیب میزنید که تحمل گرسنگی بهتر از غذا خوردن با بشقاب و ظرف و قاشق چنگال آلوده است. یکی از اتفاقهایی که زمان جنگ میفته، طرفین جنگ و مخاصمه واژه‌ها رو مصادره میکنن و افراد در این موقعیت‌ها به سراغ هیچ واژه‌ای نمیتونن برن. میخوان بگن که در این موقعیت باید با ایمان روبرو شد، میبینیم این شده دکان. میخوایم بگیم در این موقعیت باید بر اساس ارق ملی حرکت کرد، میبینیم این هم شده اسباب سوء استفاده. بعضیا هستن که دهه به دهه گذشته کلمه ملت رو گویی بلد نبودن، اما به محلکه که میرسه از همه جا مناجات ملتشون به گوش میرسه. خب در این موقعیت وقتی که تو میخوای به سراغ واژه ها بری، میبینی واژه ها سیب های گاز خورده با دندان های عفونی هن و تو نمیدونی که الان باید چه بکنی. این هم سطحی از فروپاشی زبانه. یکی از راهکارهایی که میتونه زبان رو از اسارت آزاد بکنه تاب آوری برای درک معانیه، خویشتن‌داری و همدلی برای فهم کلامه. در بندهای قبلی داشتم این رو تأکید میکردم که به همدیگه مجال سکوت بدیم، به خودمون مجال سکوت بدیم. در بند 4 دارم رویکرد دیگری رو عرض میکنم، دارم میگم به همدیگه مجال استفاده از زبان رو بدیم. شما اگر که کسی رو ببینید که دچار لکنت هست یا اگر که رونده‌ای رو ببینید که پاش شکسته، حالا اون اگر که بریده حرف میزنه، این اگر لنگ راه میاد، شما باهاش مدارا میکنید، تو کلامش نمیپرید، بهش هول نمیدید که زودتر حرکت کن. در برهه جنگ، در برهه بلا، شکستگی زبان رو به رسمیت بشناسید. بدونید اون کسی که داره حرف میزنه داره از کلمات شکسته شده ای استفاده میکنه. بنابراین همونطور که برای سکوت مجال دادید، برای شنیدن هم مجال ایجاد کنید. وقتی که فرد داره یه اظهار نظری میکنه به عنوان عزیز شما، دوست شما، قوم و خویش شما، تصور نکنید که با یک فردی پشت تریبون سیاسی روبرو هستید که الان به عنوان سخنگوی حزب فلان داره حرف میزنه. نه، من نمیخوام بگم این فرد هر آن چیزی که به زبان میاره درست میگه، اصلا موضوع این نیست. عرضم اینه که باید دریابیم که این فرد بضاعت زبانیش همین قدره و افسوس و چه حیف که منابعی برای اخذ دانش و اخذ اطلاعات به جز همین رسانه‌های نادقیق و ابزارهای دم دست و شبکه‌های نچندان عمیق و اینها نداشته. اما الان وقت تسویه حساب نیست. الانی که او داره ابرازگری میکنه باش مدارا بکنیم. مدارا به چه معنی؟ نه این که به اشتباهش بگیم بله درست میگی، بلکه همدلی بکنیم برای اینکه قصد پشت کلمات رو بتونیم درک بکنیم. پس نکته 4 هم این بود که مدارا و مجال دادن برای سخن گفتن. پیش از آن که به تنهایی خود پناه برم، از دیگران شکوه آغاز میکنم. فریاد میکشم که ترکم گفتند. چرا از خود نمیپرسم کسی را دارم که احساسم را، اندیشه و رؤیایم را، زندگیم را با او قسمت کنم؟
آغاز جداسری شاید از دیگران نبود. و اما بند آخر و پنجم، ببینید از جمله مصادیق فروپاشی زبان در زمانه بحران، بلخص در بحرانهای جمعی مثل جنگ، اینه که چون همه مردم در پی اینن که بتونن اخبار بگیرن، اطلاعات بگیرن، آگاهی کسب کنن که چه بلایی به سرشون اومده، ناگزیر میرن به سراغ رسانه‌های متمرکز. آدم‌ها هم خبر میشن، انگار یک جمله، یک گزاره رو پچ پچ زیر گوش همه مردم دیار دارن تکرار میکنن. این وضعیت به جایی منتهی میشه که دیگه روایت فردی وجود نداره. همه آدم‌ها دارن یک روایت رو به زبون میارن یا چند روایت کلی معدود رو به زبون میارن. از جمله بحران‌های زبان همینه که زبان فردی و روایت فردی از دست بره. این نکته مهمه که شما جای گوشه ذهن داشته باشید که نظام‌های ایدئولوژیک، حکومت‌های تمامیت‌خواه و توتالیتر برای رسیدن به این نقطه پروژه تعریف می‌کنن، برنامه دارن که یک روایت در جامعه دست به دست بشه، همه یه حرف بزنن. عجب اینجاست که تصورشون این بوده که اگر روایت فردی از آدم‌ها گرفته بشه، یک اراده جمعی شکل می‌گیره. یعنی تصورشون اینه که اگر افراد رو از روایت‌های فردی تهی بکنیم، اینا پناهنده یک روایت کلی جمعی میشن. تا اینجا درست؟ و تصورشون اینه که حالا اینها به یک آرمان جمعی پایبند میمونن. اینجا چیزی است که تجربه میدانی میتونه نقیضش رو ثابت بکنه. تحقیق و پیمایشش با اهلش، با کسایی که پژوهشگرهای علوم اجتماعی هستند و امکان آمارگیری های دقیق دارند، ولی به نظر میاد در جوامعی که خیلی به این وجه تاکید شده، یعنی به تهی کردن افراد از هویت فردی، از فردیت، از روایت شخصی، اتفاقی که میفته اینه که آدم‌ها به همت مشترک و قصد مشترک نمیرسن، بلکه به بی‌قصدی و پوچی میرسن. چون روایت جمعی در امتداد روایت فردی شکل میگیره. مثل اینه که شما بنیانهای ساختمون یا پی ساختمون رو از بین ببری، بگی من فقط طبقه سوم چهارمش رو میخوام. خب همچین چیزی شدنی نیست. به همین خاطر شما نگاه میکنین که در حکومت‌های توتالیتر وقتی چند نسل میگذره، نسل‌های تازه به زبان رسیده اینطور نیستن که بگن که ما همه پایبند به یک روایت جمعی رسمی هستیم، بلکه چنان بی روایتن که به هیچ چیزی پایبندی پیدا نمی‌کنن. این پرانتز رو من میبندم اینجا و باشه به وقت خودش اگر که امکان صحبت پیش اومد. الان مختصراً این رو داشته باشید که از دست دادن روایت فردی تشدید میکنه فروپاشی زبان در زمانه جنگ رو یا در زمانه بحران رو. خب حالا چه باید کرد؟ من در مورد همین بند پنجم یک مشق و یک پیشنهادی رو خدمت شما میگم برای اینکه بتونیم روایت‌های فردیمون رو احیا بکنیم. روایت فردی داشتن از بحران مانع تحریف میشه، مانع فراموشی میشه. از همه مهمتر در هم معنایی با تجربیات سابقتون قرار میگیره. ببینید الان جنگ به عنوان یک تجربه همگانی میتونه روایت بشه، اما اثر این تجربه همگانی در زندگی فردی هر کدوم از ما متفاوته. این تفاوت هم به اعتبار اینه که در چه زنجیره تجربیاتی ما با جنگ روبرو شدیم. اون کسی که در شب عروسیش با جنگ روبرو شده، با اون کسی که در شب کنکورش با جنگ روبرو شده، با اون کسی که مثلا ایران نبوده در فاصله دور با جنگ روبرو شده و حالا مثلا میگم با اضطراب در تنش بوده که از خانواده و همشهری و دوستاش خبر بگیره. اینا جنس‌های مختلفی از تجربه رو سپری کردن. بنابراین اکتفا کردن به یک روایت به معنی از دست دادن انبوهی از تجربه‌های شخصی. خب حالا برای اینکه این تجربه شخصی احیا بشه، پیشنهاد من خدمت شما اینه که تا میتونید بنویسید. در این نوشتنها هم برای مخاطب فرضی ننویسید. مخاطب فرضی همیشه شما رو در وسواس مقبولیت میبره. آیا میپسنده؟ آیا میگه قشنگ نوشتی؟ میگه کلمات خوبی استفاده کردی؟ و این باز هم شما رو از روایت فردی دور میکنه.
به همین خاطر پیشنهادی که من دارم و معمولا خودم هم سعی میکنم با این مسیر آغاز کنم نوشتنهای فردیم رو اینه که بنویسید یا مینویسم بدون اینکه قصد داشته باشم چیزی را به کسی بفهمانم، بدون اینکه قصد داشته باشم که دیگری را قانع کنم و فقط مینویسم برای اینکه ذهن خودم رو تماشا کنم. شاید حتی کلماتی که دارید پشت سر هم مینویسید به یک جمله منتهی نشه. کاغذ، فرش، سقف، گرما، اضطراب. همین هم کافی. همین هم برای شروع بسیار مقبول و جذابه. و این نوشتنی که میگم لطفاً و ترجیحاً با قلم روی کاغذ، نه تایپ، نه کیبورد، نه تکس روی گوشی. یک کاغذی رو با کلمات آغشته کنید. شما کلماتی رو از بین انبوهی از واژگان انتخاب میکنید و این انتخاب قدم اول روایت فردی. من این اپیزود رو اینجا به پایان میبرم و سعی دارم حداقل در 1-2 اپیزود دیگه در چارچوب این فصل، یعنی انسانک سپید، به جنبه‌های دیگری در خصوص تاب‌آوری هم اشاره بکنم. تندرست و عمیق باشید. پرنده بی پر و پرواز و نغمه خاموشیست، پرنده بی پر و پرواز و نغمه خاموشیست، پرنده فاصله بالهای پرواز است، پرنده فاصله بالهای پرواز است، پرنده طعمه گرفتن ز قله‌های بلند، پرنده پر کشیدن بر آبهای زلال، پرنده راوی چشم‌های بارانی، پرنده راوی چشم‌های بارانی.